میگن حوالی محله ستارخان زنگخور تلفن‌های آتش نشانی خیلی زیاد شده. علت رو که بررسی کردم به این مورد عجیبی برخوردن، این که همه چیز زیر سر این ایستگاه آتش نشانی توی این منطقه به اسم ایستگاه 77 که برخلاف بقیه ایستگاهی که آتش نشاناشون خانوم هستن. آتش پاره که میگن منظورشون این ایستگاهه. داستان از سال 99 شروع شد. یه فراخوان جذب آتش نشان خانوم گذاشتن که 800 نفر تو شرکت کردن و در نهایت 16 نفر انتخاب شدن که 15 نفر به صورت 3 شیفت جاشون رو عوض میکنن و یه نفر هم مدیره. این آزمونی که ازشون گرفتن میگن جز سخت ترین آزمونا واسه زناست، چون آزمون عملی ورزشی داشته و واسه آماده شدن دوره‌های سخت‌تری رو گذروندن. ایستگاهشون تماما زنانه است اما فعالیتاشون مردونه است. مثلا آتش خاموش میکنن، نجات جون انسان میدن، حیوان میدن، حوادث آسانسور دارن، آدم از توی ماشین لباسشون میکشن بیرون و خلاصه خیلی چیزای دیگه. ولی خب میگن امکاناتمون نسبت به آقایون کمه. مثلا میگفتن ماشین ضد حریق نداریم یا مثلا تجهیزاتشون کامل نیست. این بده، واقعا این بده. حالا به نظرتون ورود خانم به بعضی مشاغلی که میگن مردونه است کار درستیه یا نه؟